این مسابقه 35 بلاکی که بری روی این بلاک ها تیر میخوری رو ببره. چرمی، طلا، آیرون، دایموند یا ندرایت. برو بریم ببینیم کدوم لباس میتونه این مسابقه رو ببره. خب بچه ها، الان من این لباس ها رو به ترتیب اینجا گذاشتم و 35 چی میگن بلاک و هر کدوم اینا هم تیر میزنه همونطور که دیدید. و ببینیم ایشون این لباس چرمی میتونه جون سالم به در ببره یا نه. خب برو بریم. و لباس چرمی تونست با دو قلب برسه. خوبه، بد نیست به نظر من، عالیه. بریم ببینیم لباس های دیگه چجوری میتونن این مسابقه رو تحمل کنن. چرمی که بد نبود، به نظر من خوب بود. با 2 قلب رسیدن باز خوبه. خب بریم سراغ طلا که زیاد توی ماینکرافت استفاده نمیشه. گوش بخورم که جونم پر بشه. خب جونم پر بشه. چرمی به نظر من خوب بود، شاید بتونست جای سوم رو بگیره. همونطور که اونجا میبینید اون که جایی درست کردم که اول، دوم، سوم مشخص میکنه. جونمون پرشه. چقدر طول میکشه. خب یه دقیقه الان اگر ببینید، خب یه گل فقط مونده پر شد دیگه. و خب الان گلمون پر شد و میتونیم تست کنیم. و لباس طلایه که ببینیم چطور میتونه مقاومت کنه. و لباس طلا دوباره با 2 قلب رسید و خیلی جالب بود و عجیب بود که طلا و چرمی یکسان بودن و دوتاشون با 2 قلب تونستن به اینجا برسن و چیز عجیبی بود. بریم ببینیم لباسای بعدی چیکار میتونن بکنن و آیا میتونن بیشتر از 2 قلب به آخر این مسیر برسن یا نه. بریم ببینیم که لباس آیرونی که به نظر من با 4 قلب به نظر من میتونه برسه و اینکه با 4 قلب میتونه برسه، به نظر من که میتونه برسه و میتونه اینجا رو تا با 4 قلب دوباره ببره. جونمون دوباره پر بشه تا بتونیم بریم. خب یه قلب مونده تا پر شه. خب الان قلبم پر شده و میتونم این مسیر رو برم. اینم لباس آیرونیه. برو بریم ببینیم چجوری میتونه دووم بیاره. با 5 قلب و نیم تونست با 5 قلب و نیم بتونه به این
مسیر رو بتونه بره با 5.5 قلب. خوب تونست بره به نظر من. به نظر من خوب تونست و شاید جای نفر دومو به دست بیاره. خب بریم ببینیم که ببینیم ندرایتی و دایموندی چه کارایی میتونن انجام بدن. اول از همه اینا رو اینجا بذارم. خب بریم ببینیم دایموندی چیکار میکنه و دایموندی آیا میتونه اینجا رو رد کنه. برو ببینیم چجوری میتونه رد کنه. با 7 قلب تونست برسه به آخر مسیر و با 7 قلب تونست. خیلی خوبه. شاید ندرایتی شاید از اینم بهتر باشه. چرمی و طلا با 2 قلب تونستن برسن. آیرونی تونست با 5.5 قلب برسه و دایموندی تونست با 7 قلب برسه. بریم ببینیم ندرایتی چی کار میکنه. آیا ندرایتی میتونه رکورد دایموندو بزنه یا نه. یه دقیقه ببینیم آیا خب ببینیم ندرایتی چی کار میکنه. ندرایتی که خیلی قوی به نظر میرسه که بتونه برسه. خب جونمونم یه دقیقه پرشه. خب جون این سری هم پر شد و برو بریم چجوری میتونه رد کنه. یه قلب با 8.5 تونست برسه. الان یه آماری از این لباسا بهتون میدم که چرمی و طلا تونستن با 2 قلب برسن. آیرون تونست با 5.5 قلب برسه و دایموندی تونست با 7 قلب و ندرایت تونست با 8.5 قلب این مسیر رو رد کنه. و بریم ببینیم چجوری این رتبه بندی میتونم بکنم. برم لباسا رو از اون ور بیارم و ببینم چجوری میتونم رتبه بندی کنم. اینا رو برداریم. خب بریم ببینیم رتبه بندی لباسا چه شکلی میشه و چی میشه. به نظر من لباس طلا رتبه 3 میگیره که الان من میذارم. بعد من طلا رتبه 3 میگیره و دایموندی نظر من دایموندی با نفر دوم میشه. طلا و چرمی تونستن با 2 قلب. آیرونی با 5 قلب 5.5 قلب و دایموندی تونست با 7 قلب و ندرایتی تونست با 8.5 قلب برسه. و
این رتبه بندی شد که من ج- جمع کردم و به نظر شما این رتبه بندی درسته یا باید جای اینا با چرمی یا آهنی یا جاشون با هم دیگه عوض بشه؟ توی کامنت رو برای من بنویسید. تا شورت ویدیو بعدی، خدافظ.